1. وجود پدیده‌ای به نام استراحت در تاریکی. تحقیقات نشان دادند که قرار گرفتن در تاریکی مطلق می‌تواند در بهبود خواب و خلاقیت مؤثر باشد. 2. شکلات راهی برای بهبود حافظه. شکلات تلخ حاوی فلاوونوئیدهاست که می‌تواند جریان خون را به مغز افزایش دهد و بهبود حافظه و توانایی شناختی کمک کند. بنابراین مصرف متعادل شکلات تلخ می‌تواند به یادگیری و تمرکز شما کمک کند. 3. زبان دریایی. برخی از موجودات دریایی، مانند ستاره‌های دریایی و لنگه‌های دریایی، قادر به بازسازی اندامی از دسترفت خود هستند. این توانایی به آنها اجازه می‌دهد تا از آسیب‌ها یا شکار بگریزند. این خاصیت ممکن است درس‌های زیادی برای علم پزشکی داشته باشد. 4. رنگ آبی و احساسات. تحقیقات نشان دادند که رنگ آبی می‌تواند احساس آرامش و اعتماد به نفس را افزایش دهد. بنابراین اگر در حال طراحی اتاقی هستید یا می‌خواهید بخشی از خانه‌تان را رنگ کنید، استفاده از رنگ آبی می‌تواند گزینه خوبی باشد. 5. بودن پروانه‌ها در حالت خواب. پروانه‌ها واقعاً در شب به خواب می‌روند، اما نوع خواب آنها دقیقاً مشابه خواب انسان‌ها نیست. آنها ممکن است در حالت توقف منجم به سر ببرند که از خطرات محیطی دور بمانند. اگر دوست داری هر روز باهوش‌تر بشی، کانال داناشور رو سابسکرایب کن.